اینا همه این مطالب خوبه، منتها این زمانی که در اختیار ما هست اجازه نمیده همه چیز رو بخونیم. ببینید موج الکترومغناطیسی که نورم یه دسته از امواج الکترومغناطیسی هست، وقتی که از یه محیط شفاف وارد یه محیط شفاف دیگر میشه، غلیظ‌تر یا دقیق‌تر، چیزی که اتفاق دو حادثه اتفاق میفته. یه مقدار نور برمیگرده، یه مقدار موج الکترومغناطیس ریفلکت میشه، منعکس میشه از سطح، و یه مقدار رد میشه و ریفرکت میشه، شکسته میشه، وارد میشه. قوانینی حاکم بر این شکست و انعکاس. مثلا ما قبلا خوندیم که در هر انعکاس از یک محیط از سطح بین دو محیط شفاف زاویه تابش با زاویه انعکاس یکسانه. درسته؟ این حرف درسته؟ این رو از متوسط هم میخونیم میاییم بالا. یا زاویه شکست با زاویه تابش، سینوس زاویه تابش تقسیم بر سینوس زاویه شکست مساوی ضریب شکست محیط یک به محیط دو. محیط یک محیطی باشه که نور ازش میتابه، محیط دو اون محیطی باشه که شکست نور رفته توش. محیط دو. بله. حالا ببینیم این قوانین رو الکترومغناطیس چگونه میتونه به دست بیاره و علاوه بر این دوتا قانون ساده اطلاعات دیگری هم میتونه داشته باشیم یا نه. و این موضوع این فصله. چیزی که لازم داریم برای بررسی مطلب اینه که موج الکترومغناطیس در سطح مشترک دوتا موج باندری کاندیشناش چیه؟ موج تابنده میدان الکتریک و مغناطیس خودشو داره. موج منعکس شده میدان الکتریک و مغناطیس خودشو داره. همینطور موج شکسته میدانهای خودشو داره. در این سطح مقطع سطح فاصله بین دو تا محیط باندری کاندیشن ها چیه؟ میدان الکتریک چجور رفتار میکنه و میدان مغناطیسی چجور رفتار میکنه و اونا رو اعمال بکنیم و بعد مسئله رو بررسی بکنیم. باندری کاندیشن ها اگر یادتون باشه در مبحث الکترومغناطیس هم بحث کردیم و من اینا رو یادآوری بکنم. مثلا این محیط یک باشه، این هم محیط دو، این با ضریب شکست N1، این با ضریب شکست N2. خب میدان الکتریکی میتابه بهش، یه موج میتابه که یا چیز الکتروستاتیک رو فعلا دارم یادآوری میکنم. یه میدان الکتریک وارد میشه به سطح بالا. ما داریم دیویژانس دی مساوی 4 پی سیوم روی آزاد. این فرمولا یادتون هست؟
در این محیط روی آزاد اگر وجود داشته باشه این معادله از اون معادله پیرو میکنه، دی از اون معادله پیرو میکنه. به این معادله به محیط دو وارد بشه، خب باز بنویسیم دی دو، دیورژانسش مساوی روی فری که در اینجا هست. در این سطح چه کار باید بکنیم؟ خب یکی از کارهایی که میکردیم گفتیم که من یه کپسول بگیرم اینجا، نصفش در محیط یک باشه، نصف دیگرش در محیط دو، یه استوانه. خب این معادله رو در حجم این کپسول انتگرال بگیرم. دیورژانس دی حجم این وی باشه، سطح بالا S1، سطح پایین S2. به این یه بردار واحد N1 نصب میکنم، به اینجا یه بردار واحد بردار واحد N اگر نصب بکنم، اینجا بردار واحد میشه منهای N، به جدارش هم یه بردار واحد N پرایم نصب بکنید. این بنا بردار واحد طولاشون یکیه. این رو انتگرال بگیریم روی حجم این کپسولمون دیوی. بعد بنویسم مساوی انتگرال سطحی این دیورژانس دی دات n ضرب در دی اس، خب روی سطوح این کپسول. سطوح این کپسول یعنی سطح بالا، قاعده پایین و این دیواره ها. خب این به طبع برابر خواهد شد با 4 پی سی روی فری دیوی. خب حالا بیام ارتفاع این کپسول رو میل بدم به سمت صفر. این انتگرال عملا حجمش کم میشه دیگه، نه؟ و اگر در این سطح بار آزاد وجود داشته باشه، این طرف رو میتونم بنویسم 4 پی. 4 پی سیوم اپسیلون نیستی؟ ها؟ 4 پی بر اپسیلون نیستی؟ ها؟ اینا رو بگیم به من. اپسیلون اینجا اپسیلونه. اگر محیط چیز باشه اپسیلونه دیگه، محیط خلا نباشه. بله اپسیلونه. بسیار خوب. این اپسیلون رو هم ببرم تو، چون قراره که فقط 4 پیش بیرون ببونه. اپسیلون روی فری. خب حالا اگر توی این سطح مقطع بار وجود داشته باشه، من میتونم بگم که بسیار خوب، این طرف میشه انتگرال اپسیلون 1 منهای اپسیلون 2 ضرب در دی اس. وقت انتگرال هم بگیریم و روی فری، روی سطحی، روی سرفس. وقت هر چی شد، ولی این طرف مساوی میشه با در این سطح دی یه طرف 1 ضرب در این بردار منهای N1
منهای دی در طرف 2 ضرب در این رو میگم مؤلفه نرمال طرف 1 منهای مؤلفه نرمال طرف 2 برای اینکه این ای ضرب در این مؤلفه ای رو تصویر میکنه روی ان دیگه. خب نتیجه میگیرم و اگر این به 0 میل بکنه خواهد شد این مساوی 4 پی اپسیلون 1 منهای اپسیلون 2 روی سرفس. و اگر در این مسئله‌ای که امروز میخوایم بحث بکنیم محیط از موجی از یه محیط شفاف بخوره به یه محیط شفاف دیگر و در سطح مقطع هم بار سطحی نباشه، بار آزاد نباشه، این طرف رابطه رو باید 0 بگذارم دیگه، نه؟ و اگر این رو 0 باشه من نتیجه میگیرم مؤلفه نرمال دی در این سطح باید برابر باشه در طرف 1 باید برابر باشه با مؤلفه نرمال دی در طرف 2. میخواین اینا رو تبدیل بکنم. دی چی بود؟ اپسیلون 1 ای نرمال منهای اپسیلون 2 ای نرمال. درسته؟ ای 1 نرمال، ای 1 نرمال، ای 2 نرمال. این باید مساوی با 0 باشه. پس صرف اینکه این معادله رو دارم به این نتیجه میرسم. این رو در الکتروستاتیک دیده بودیم و این یکی از معادلات ماکسول دیگه که نوشتیم اونجا. برای در همین شرایط یه معادله دیگر داریم. کرل ای مساوی با 0. و برای این میام این کار میکنم. یه مستطیل میگیرم. یه مستطیل میگیرم با عرض کم، نصفش بالای این، نصفش پایین این. اون معادله رو در این سطح من در مساحت این انتگرال میگیرم. کرل انتگرال کرل ای در روی سطح S مساوی انتگرال ای دات چی می نوشتیم؟ دور این رو چطور می نوشتیم؟ ای دات ای بنویسم دیگه. یه بردار واحد در این طول بگیریم. ای دات ان بذاریم برای اینکه با این یکی ان اشتباه نشه. این بردار واحد هم ای بگیرم. ای دات ای در طول این خطی. اصلا نوتاسیونم رو ببینم یادم مونده از قبل چی بود. یه تیکه از این سطح رو دی ای بگیرم بردار و این بشه دی ای ای دات ای در دور این مثلث این دفعه مربع مستطیل و بعد بیام این ضخامت رو میل بدم به سمت 0. این مساحت این انتگرال چی میشه؟ ای دات دی ای چیه؟
مؤلفه ای در امتداد سطح موازی ها. اگر از این را میرم مؤلفه موازی ای در سطح بالا میام اینجا خبری نیست چون میل دادم به سمت صفر و این ور که برمیگردم دی ای علامت عوض میکنه. پس بنابراین نتیجه میگیرم این عبارت است از یک موازی با سطح منهای یک ای در محیط دو موازی با سطح مساوی با صفر. خب اینم در اینجا بنویسم یک موازی منهای ای دوی موازی مساوی با صفر. این دقت کردیم باندری کاندیشن رو برای ای و دی چجوری به دست آوردم؟ از معادلات مکسول، از خود معادلات مکسول. این معادله مکسول دیگه، اینم معادله مکسوله. باندری کاندیشن رو همیشه از خود معادلات دینامیک باید به دست بیاریم. حالا من میخوام یه نور بتابونم. به فرض کنی که یه ورق شیشه اینجا گذاشتم به این کلفتی و اون وقت نورم میتابونم، منعکس میشه، شکست میخوره و حالا میخوام ببینم که در این سطح چی اتفاق میفته، باندری کاندیشن ها چی هستن. حالا برم سراغ کتاب. این رو من برای یادآوری اون چیزی که در الکتروستاتیک داشتیم یادآوری کردم. الان داریم در الکترودینامیک داریم کار میکنیم و این معادله مثلا کرل ای صفر نخواهد شد. کرل ای به علاوه یک سیوم دی بی به دی، دی به دی تی یا دی بی به دی تی، از این چیزا بود. این کجا برم؟ صفحه چندم؟ این صفحه 209 ریدیشن. این شکل را خوب با هم مرور بکنیم. تابش رو تابش عمودی میگیریم. موج عمودی بتابه به سطح، از محیط یک به محیط دو، این میزم باشه اینترفیسشون. بردار انتشار پس بنابراین ببینم این شکل محوراش چیه. این محور اکسشه، این وایشه، اینم زدشه. این طرف محیط یک نوشته، میدیوم دو محیط دو نوشته. پس بنابراین این طرف محیط دویه، این طرف محیط یک. تابش هم عمودیه. بنابراین بردار تابش سه تا بردار داشتیم دیگه، K و E و H، درسته؟ برای موج الکترومغناطیسی، یا K و E و B، هر طور میخواین اینا رو بنویسیم. این بردار کیزه در این امتداد برای موج تاب. این موج تابنده است، با علامت صفر هم مشخص کرده. این موج تابنده است در محیط یک. میره میخوره به این سطح، یه مقدارش رد میشه. این موج شکست خورد، موج در محیط دومه، با علامت دو نشون داده، E2 H2، اینم ایزدش همینه. موج منعکس منها رو ببین اینجا، جهت انتشار دیگه باید اینور باشه. حالا بعداً خواهیم دید که این ای علامت عوض میکنه ولی H سر جاش میمونه. این رو بعداً میبینیم توی محاسباتمون.
خب حالا در این سطح من شرایط رو چطور بنویسم؟ باندری کاندیشن رو چطور بنویسم؟ میرم سراغ معادلات مکسول. کسی یادش هست به من بگه؟ این رو به همین ترتیب میتونم بنویسم، ولی این یکی رو کرل ای، یک کسی نگاه بکنه به من بگه این کرل ای چی بود؟ به علاوه یا منهای یک سیوم دی به دی تی بی بود، بی نبود؟ به علاوه بسیار خوب. باندری کاندیشن برای ای رو باید از این معادله به دست بیارم. این به درد نخواهد خورد چون جمله دوم اونجا هست. خب من چه کار کردم برای به دست آوردن باندری کاندیشن برای ای؟ گفتم از این معادله روی این سطح انتگرال بگیرم. درسته؟ خب اون تیکش رو تبدیل کردم به این تیکش چی؟ دی به دی تی رو ببریم بیرون، میشه انتگرال بی در روی اون سطح. و اگر من عرض سطح رو میل بدم به سمت صفر، خود سطح صفر میشه دیگه. پس بنابراین اون تیکه نقشی نخواهد داشت. پس برای ای باندری کاندیشن همین میمونه. پس باندری کاندیشن در الکتروستاتیک و در الکترودینامیک برای بردار ای، الان بردار ای و ایج میبینیم که یکسانه، به خاطر اینکه انتگرال این روی سطح صفر میشه. با این ترتیبی که من دارم عمل میکنم میمونه میدان بی. و حالا برای من بیام برای اینها این شرط رو اعمال بکنم، این دو تا شرط رو اعمال بکنم. در محیط یک من چی دارم؟ اون چیزی که میتابه به اون سطح مؤلفه عمودی که نیست، بردار ای فقط به موازات چیزه، مؤلفه عمود که نداره. پس بنابراین این به دردم نخواهد خورد. ولی این مؤلفه موازی با سطح داره. خود ای صفر موازی با سطح دیگه. درسته؟ همه تصدیق میکنن؟ یعنی میخوام ببینم همه با من هستین یا نه؟ بله. خب چند تا ای دارم در این طرف؟ دو تا. کدوم؟ ای صفر منهای یک. اون طرف ای. پس بنابراین باندری کاندیشنم که از این معادله به دست میارم، ای صفر بلا منهای ای یک مساوی ای دو. اندازه این برداره. خب برای به تب میتونم این رو تبدیل بکنم به جای ای صفر بنویسم اپسیلون یک H تقسیم بر اپسیلون یک H یک تقسیم بر اپسیلون یک منهای H صفر. این طرف که اپسیلون یکه ضرب در H صفر منهای H یک
این طرف رو بنویسم 1/اپسیلون 2 H2. برای بی معادلات ماکسوئلی که دارم، دیورژانس بی مساوی با 0 همیشه و کرل بی منهای 1/3 دی به دیتی بود ها، مساوی جی مساوی 4 جی ها مساوی 4 جی. جی آزاد، این جی آزاد و جی باند یادتون هست که چی بود؟ ببینید این یه محیط شفاف، یه میدان الکتریک که وارد میکنیم به این میدان الکتریک متناوب، این الکترون های باند در این سیستم رو یه قلقلک میده، حرکت میکنن، ولی آزاد نیستن که جای خودشون را بیفتن جریان ایجاد بکنن. اونا رو گفتیم باند کارنتس، جریان های الکتریکی که فقط از نوسان این الکترون های موجود در این. علت این که نوسان الکترون هم فقط صحبت میکنم برای اینکه هسته ها سنگینن و به آسونی قلقلک نمیخورن و الکترون ها هستن که ضریب شکست اپسیلون 1 و اپسیلون ضریب شکست ها رو اونا که به وجود میارن همین چیزا هستند، نوسانات الکترون ها هستند. او رو گفتم باند کارنت، اونو حساب نمی کنیم. جی فری یا رو فری از اینا داریم صحبت میکنیم. حالا اگر من فقط موجی میتابونم و موجی از این طرف میگیرم، رو فری هم وجود نداره در سطح این دیگه نیست و اون جی فری رو هم حذف میکنم برای این مسئله ای که الان دارم صحبت میکنم. اینو صرف بگذارم. باز برای به دست آوردن باندری کاندیشن ها همین کاری رو که برای ای و دی کردم برای بی و ایج انجام بدم. اول بی و بعد ایج. بعد خب این چی خواهد داد؟ در این اینترفیس چطور شد این رفت؟ چیکار کردیم؟ شکل چی شد؟ در این اینترفیس باید بی نورمال کانتینیوس باشه چون دیورژانس بی صفر. از این معادله دوم باز مثل چیزه کرل یه روی مستطیلی که اونجا دارم این دفعه کرل بی رو انتگرال بگیرین و حجمش رو به سطحش رو به صفر میل دادین، این دیتی نقش بازی نمیکنه و اون وقت مؤلفه موازی بی باید کانتینیوس باشه، بین دو طرف باید کانتینیوس باشه. پس حالا که اینا رو میدونیم، من برای میدان بی اینا از چی به دست آوردم؟ کرل بی. اینو بگذارم این تو مؤلفه
موازی با سطح. اینم مؤلفه موازی با سطح. برای بی هم همین می نویسم. بی صفر منهای بی یک مؤلفه موازی با سطحش مساوی باشه با بی دو. بی دوی موازی. بی هم یا ایج هم اینا این بردار فقط مؤلفه موازی دارن. مؤلفه نرمال ندارن که من کاری داشته باشم. پس بنابراین اینم باید داشته باشم. حالا بنویسم 1 تقسیم بر میو 1 بی صفر منهای بی 1. کسی به من نگفت من یه اشتباه کردم. در این طرف من میدان ایج دارم و میدان لابد بی هم دارم در این امتداد دیگه، نه؟ خب وقت در این طرف 2 تا ایج موازی دارم، اینا رو باید جمع بکنم، نه؟ این باید به علاوه باشه. اون یکی منها بود، این باید به علاوه باشه. و اینم باید این بی ایج باید بنویسم الان ایج به علاوه بی صفر به علاوه ایج صفر، هر دو در محیط یک هستن. ها؟ بله درست. خط بالاش هم باید مثبت باشه. اون بالا خط بالا که میشه منهای شیک باید بذار باشه. اینو دیگه باش می نوشتم. اینا رو دیمی باز می نوشتم. و الان ایج صفر ایج یک مساویه 1 بر میو 2 ایج 2 برای این مسئله. معمولا هم محیط‌های دایلکتریک ضریب میوشون خیلی فرق نمیکنه. یعنی میو 1 و میو 2 مساوی با هم میتونیم بگیریم. میو 1 میو 2 مساوی با 1 بگیریم، مثل خلا. کتابتون این کار رو هم کرده. اگر کتاب رو میخونین این میو 1 و میو 2 رو هم مثل خلا بگذارین 1. ساده تر میکنه مثلا رو برات. خب با کم‌وبیش مسئله‌مون رو حل کردیم. فقط بین این ای و بی که از موج به دست می آوردیم، بین این ای ها و بی ها چه از این معادله چه از این همون معادله است، نه، چه از این معادله چه از اون معادله یک رابطه ای وجود داره. و اون چیه؟ به کتاب نگاه بکنم. خب حالا این معادلات رو نگاه بکنید. ای صفر رو چطور بنویسیم؟ معادله اول نگاه بکنید.
E0 یه موجیه که در امتداد EX عمود بر صفحه پولارایزیشنش در صفحه اینترفیس دیگه برای موج در امتداد Z منتشر میشه. بنابراین صفحه موج همین سطح فاصله بین دوتا محیطه و ای رو گذاشتیم در امتداد X مطابق اون شکلی که در بالا داشتیم. بنابراین یک E0 در امتداد X E0 در امتداد X E1 در امتداد X E2 در امتداد X. منتها این علامت عوض کرده، اینجا منها داره. دامنه این رو E0 در 0 E1 در 0 و E2 در 0 بگیم. قسمت مکانش E به توان I که 1 Z منهای اومگا 1، اینجا I که 1 Z منهای اومگا 1 و اینجا I که 1 Z منهای 1. ببینید این منها در اینجا آمده، منهای I به خاطر اینکه بردار انتشارش فرق میکنه. اگر برای موج تابنده که یک گرفتین، برای موجی منعکس منهای که موج اینور میومد، الان برگشته، جهت انتشارش عوض شد. وقت این هم در امتداد. اینجا دقت بکنید باید K2 بنویسیم برای محیط دوم. و الان از این معادل، از یک کدوم از این معادلات الان فکر میکنم همین باشه، از همین به دست میارین که K1 مساوی با اینه، K2 ببینم چی هست، K2 مساوی با اینه و اون وقت و بعد از قسمت دومش H که B رو بهتون میتونه بده مساوی با این مقداره و E3 بردار در امتداد انتشاره و ای در امتداد X هاست. پس بنابراین حاصل ضرب اینها ای در امتداد Y ها میفته. درسته؟ H در امتداد Y ها میفته. ببینید E3 در امتداد Z هاست. E1 رو خودمون در امتداد X ها گذاشتیم. این فرمول بالا رو. حاصل ضرب اینها در امتداد Y ها خواهد شد. فقط مواظب باشیم ببینیم که E3 در E1 E2 میشه یا نه. درسته، بله، علامتش هم درسته. و این حالا این شرایط رو به اون مسئله اعمال بکنید. E00 منهای E01 مساوی E20. اینا دامنه است دیگه. ببینید موجمون فراموش نکنید یک پولارایزیشن داره، اونا رو با بردار واحدهای 1 و 2 فلان اینا نشون میداده. یه بردار انتشار داره، اون رو با K نمایش دادیم. یه دامنه داره هر کدوم از این موجها، اونا را با این صفری که پایین میگذاریم 0 1 2 میذاریم. این هم ضریب فازه که میبینین. و حالا که رسیده به این را این چه رابطه ای دارن، به این نتیجه میرسیم. از باند کاندیشن برای H به این نتیجه میرسیم.
و بعد این از کجا آورده؟ این از باندری کاندیشن دی به دست آورده. N1 ای صفر به علاوه فلان مساوی با صفر با این مقدار. حالا شما یه دونه این معادله دارین، یکی هم این هم فعلا ندیده بگیرید. فرض کنین که موج تابنده‌تون این موج تابنده است. موج تابنده میدونین که شدتش چقدره، چون این ای و پی این کمیت هایی که داریم شدت موج رو مجذور بکنی شدت موج رو خواهد داد. فرض کنیم موج تابنده رو میدونیم شدتش چیه، یعنی اینش رو میدونیم. اگر اینو میدونیم ای یک رو و ای دو رو میتونیم از این رابطه و این رابطه حساب بکنیم و به این ترتیب ای یک صفر میشه ضریب n2 منهای n1 تقسیم بر n2 به علاوه n1. اینا ضریب شکسته، گفتیم رادیکال اپسیلونه. اینا رادیکال اپسیلون 1 رادیکال اپسیلون 2 میوش هم گذاشتیم کنار ضرب در پس اگر دامنه موج تابنده رو بلد باشین دامنه موج منعکسینه و دامنه موج شکسته شده در محیط دوم اینه. اگر دو محیط یکسان باشن، یعنی n1 و n2 صفر باشه، یعنی محیط یک با محیط دو فرق نداشته باشه، موج میاد صاف میره دیگه، نه؟ چیزی نباید منعکس بشه. ها؟ چون جایی نیست فرق بگذاره. بنابراین معقوله این n2 منهای n1 باشه. اگر اینا برابر شدن انگار که ما گفت ما یه سطح فرضی فرض کردم نصف اتاق رو هواست، یه صفحه فرضی فرض کنید و بعد نور بتابه و معلومه این نور به این سطح فرضی من اهمیت نخواهد داد، یه صاف میره وارد میشه دیگه، چون محیط بالا و پایینش یکسانه. پس این معقوله که این n2 منهای n1 باشه. اگر n2 برابر با n1 باشه اتفاقا این ضریب با این ضریب یکسان میشه. ببینید 2n1 2n1 میشه 1. معلومه همه موج باید وارد بشه خارج بشه. خب ولی اینا شدت های موج نیست. شدت موج متناسب با چی بود؟ گفتیم شدت میشه مجذور شدت مجذور دامنه هاست. بله. اون وقت شدت انرژی دیگه یا پوینتینگ وکتوره که ای ضرب در H بود یا B بود یا هر چی بود و مجذور بکنید یا از روی پوینتینگ وکتور بگین حاصل ضرب دامنه هاست یا از روی چگالی انرژی بگیرین که عبارت بود 1 بر 8 به E2 به علاوه B2 یا اپسیلون B2. این با پوینتینگ وکتور میره جلو. S0 پوینتینگ وکتور برای موج تابنده است. با E0 و H0 ستار درست کرده. دیروز یه بحثی کردیم یادتون باشه. بردار پوینتینگی تعریف کردیم. E ضرب E کراس B بود یا E کراس H بود. بعد گفتیم که موجایی که بعداً صحبت کردیم موجای کامپلکس بودن
و گفتم خب ما دو تا کامپلکس رو به هم دیگه ضرب بکنیم، قسمت حقیقیشون حقیقی میشه، قسمت مجازیشون هم باز حقیقی میشه. در حالی که ما موج وقتی که صحبت میکنیم از موج حقیقی صحبت میکنیم، درست کامپلکس مینویسیم، ولی آخر سر باید بگیم که شما این نگاه بکنیم برای اینکه ریاضیاتش آسونه، من با کامپلکس وریبلا کار بکنم، ولی آخر سر قسمت حقیقیش خواهم گرفت. پس بنابراین بردار پوینتینگ باشه ریل ای ضرب در ریل ایج، و اون وقت اینا رو با اون تفاصیلی که داشتیم سی بر 4 پی بود. اگر این رو ای رو ای صفر رو ضرب در کامپلکس کانجوگیت ایج صفر بکنیم، این یه قسمت حقیقی است، منتها 2 برابر اون چیزی که میخوایم، عوض 1 بر 4 پی 8 پی نوشتیم. این درس دیروزمون بود. خب شما جلسه پیش این بود که به علت اینکه ما با قسمت حقیقی با قسمت مجازی کار نداریم، برای اینکه پوینتینگ وکتور خود انرژی داره و اساسا ما انرژی مجازی نداریم، انرژی عمومی نداریم، هرچی از حقیقی. بله درسته بله. فقط در حاصل مادامی که ای و بی رو به همدیگه ضرب نمی کنیم، با کامپلکسشون کار بکنیم. ولی وقتی که خواستیم اینا رو ضرب بکنیم به هم، اون چیزی که به درد کار فیزیکی میخوره واقعیت زندگی، اون قسمت حقیقی بردار ای ضرب در قسمت حقیقی اون یکی برداری که میخواییم. و پوینتینگ وکتور یکی از ایناست. یا انرژی دنسیتی، چگالی انرژی، موج الکترومغناطیس یکی از ایناست که این کامپلکس کانجوگیشن در اینجا اومده و 1 بر 4 پی هم شده 1 بر 8 پی. خب اینجا کاری که میکنه موج برگشته است و S0 موج تابنده، و ببینیم که از نقطه نظر انرژی چقدر اینا برگشت تابیدن و برگشتن. خب S1 رو در امتداد Z ها، S1 در امتداد S ها در امتداد Z ها، فقط S0 و S1 و S2 در امتداد انتشاره که امتداد Z. چون انرژی فقط در راستای بردار انتشار منتقل میشه. بله. و منتها S1 بر میگرده، اون منها علامت منها به اون خاطره. S1 ضرب در منهای Z تقسیم بر S0 تقسیم بر EZ و اینا میشه E1 صفر به توان 2 و E0 صفر به توان 2. اینقدرش برگشته از انرژی تابیده. این یه عدد کوچکتر از یکه. نگاه بکنید R عدد کوچکتر از یکه. حساب بکنید، مثلا فرض کنید که شیشه دارین و آب هوا، N2 رو بگیرین 1.5 و N1 رو بگیرین 1. این حساب کنید ببینید چند درصد میشه. 0.5% تقسیم بر 2.5% چقدر میشه؟ 1/5 یا 20%؟ 20% به توان 2 1 بر 400 یعنی 1 در 2.5 پس 1 در 2.5 برمیگرده از شیشه در موج تابش در منعکس میشه در تابش عمودی. الان حساب کردیم برای شیشه، برای تابش عمودی این حساب رو چه راحت کردیم. شما ها نمیخواین حرف بزنین؟ این R یعنی reflected و T یعنی transmitted.
و ترانسمیتد ویوش رو با همین ترتیب حساب کنید. این دفعه S2 رو به S0 تقسیم بکنید، خواهد شد E2 به توان 2 تقسیم بر E0 به توان 2 N2 به N1 اینو حساب کنیم ببینم. N2 به N1 که از یک بزرگتر میشه. N2 به N1 از یک بزرگتر میشه. ما گفتیم شیشه و هوا، محیط 2 شیشه باشه، محیط 1.5. این نمیخونه، باید R به علاوه T باید 1 باشه. میشه؟ یک ایدو اینا رو هم بریم بیاریم بذاریم سر جاش. این میشه. ایدو رو نسبت به 1 داشتیم دیگه، بیاریم بذاریم سر جاش، شده 4N1 N2 تقسیم بر N1 به علاوه N2 به توان 2. اینو حساب کنید. برای شیشه باید 97.5 به دست بیارید. نه بله، این دوتا رو با هم جمع بکنید، R و T با هم جمع بکنید، باید 1 باشه که هست. خودش هم درسته. نه من حواسم، ببینید حواسم به این جمله نبود. این رو باید از باندری کاندیشن بیاریم اینجا بگذاریم دیگه، که قبلا حساب کردیم که E02 به E12 چقدره. این بالا حساب کردیم. ببین E02 به E02 اینه. اینو ببریم بذارین اونجا به مجذور بکنید. و مجموعشون هم 1. اینجا یه نکته رو من باید تذکر بدم دوباره. پولارایزیشن موجی که ما تابوندیم در کدوم صفحه بود؟ عمود بر انتشار. انتشار در امتداد زدها بود. پس بنابراین در صفحه XY بود پولارایزیشن. و اتفاقا پولارایزیشن رو هم خطی گرفتیم و اونم گذاشتیم در امتداد X. پولارایزیشن یادمون باشه قرارداد کرده بودیم امتداد میدان الکتریک رو بگیم پولارایزیشن. در امتداد X گذاشته بودیم. اون وقت پولارایزیشن موج تابیده، موج منعکس شده، عوض شده. عوض شده که یعنی چی؟ بالاخره این میدان الکتریک درستی که امتدادش ثابت نگه داشتیم، ولی به طور سینوسی بر حسب زمان هی میره و میاد دیگه. خب اون علامت منهایی که در اون شکل دیدین، موج E1 خلاف جهت موج E2 بود. این منها رو بنویسین E به توان IP. درسته؟ منهای 1 مساوی E به توان IP. درسته؟ خب
یعنی فاز موج به اندازه فاز موج منعکس شده به اندازه پی تغییر کرده. پی یعنی پی 180 درجه تغییر کرده. این ریزکاری‌ها رو توجه داشته باشین. خب گمان میکنم یه خورده بیشتر از اون درس‌های متوسطمون الان راجع به انعکاس و انکساریات گرفتیم دیگه، نه؟ خیلی ساده است. منتها حوصله میخواد بشینه اینا رو بنویسین و بخونین تا یادتون بمونه. حالا چون میدونم حوصله خواندن رو ندارین، بله یه تکلیف میدم برای روز یکشنبه. همه این محاسبات رو با خط مبارک خودتون روی صفحه کاغذ می‌نویسین و می‌فرستین به عنوان تمرین. بله بله. این تابش و اینم فراموش نکنین تابش انعکاس نرماله، عمودی میتابه. و پولاریزیشن نور منعکس عوض میشه. پولاریزیشن نور تابنده هرچی باشه، پولاریزیشن نور منعکس شده منهای اونه به اندازه پی، زاویه پی تغییر کرده. اون علامت منهای یکی که میبینید. نه زمان عوض نشده. نه تو زمان برعکس بر نمیگرده. بله شما وقتی که میرین این طرف و بعد برمیگردین ور نمیگین که زمان در زمان برمیگرده. من خیلی ساده میگم منهای یک یعنی ای به توان آی پی. حالا اگر میخواین این آی پی رو بیارین در چیز بنویسین آی اومگا تی منهای کی اکس علاوه پی یا منهای پی، اینطوری بنویسین. خب حالا مسئله بعدی ما فکر میکنیم چی کار بکنیم. این خیلی مسئله ساده بود. بعد چی کار بکنیم؟ کاری نداره این کتاب رو یه صفحه دیگه ورقه بزنه ببینه چی میکنیم دیگه. oblique incidence. اون normal incidence بود، یکی oblique incidence. اینو شکل قبلی رو این شکل رو مقایسه بکنیم با شکل قبلی. محور زدها خط افقیه، باز محیط این طرفی یک دوه، محیط اون طرفی یکی. این حد فاصله این صفحه ایکس وایه، ایکس وای. اون وقت این هم محور زد ها. منتها کی در مسئله قبلی در امتداد زد ها بود، الان کی صفر شده این بردار. خب حل کردن این مسئله آسونه. شما این بردارهای ای و بی، هر کدوم از اینا ای و بی دارن و این ای و بی مثلا برای این کی صفر عمود است بر بردار کی صفر.
شما میتونید همین کیسف رو تجزیه بکنید به دو مؤلفه در امتداد Z و در امتداد عمود بر Z. همینطور هر بردار رو که ای و بی و ایج و فلان اینا باشه تصویر بکنید در امتداد Z و در امتداد و در صفحه ایکس وایش. اون وقت باندری کاندیشن ها برای مؤلفه نورمال باندری کاندیشن رو میدونیم چی طور بنویسیم. برای مؤلفه های موازی با باندری و مؤلفه ها رو میتونیم چطور بنویسیم. باز بریم باندری کاندیشن ها رو بنویسیم و ببینیم که برای دامنه ها چی به دست میاریم و چه پیچیدگی به دست میاریم و چگونه این پیچیدگی رو میتونیم خیلی قشنگ برای خودمون حل بکنیم، منتها با حوصله، با دقت و با ترتمیز نوشتن. اینو بذاریم برای یه هفته دیگه. الان 10 دقیقه وقت داریم. نه درست 1 رو وقت داریم چون 5 دقیقه جلوه. هرچه میخواهد دل تنگتان بگویید. ما قبل این عکس خب داشتیم راجع به موج و موج باستابی در حرف زدیم، گفتیم پی تا اختلاف دارن که یه منفی باعث میشه. تو این روی شکل میتونیم بگید پی کجا نشون میده خودش رو، کجا ظاهر میشه؟ توی این شکل؟ اصلا توی این شکل ظاهر میشه اون پی یا ضریبی هست؟ بله اونم ظاهر خواهد شد. کجاش ظاهر میشه؟ این شکل رو بذارین دفعه دیگه با حوصله بنویسیم. بله. و مسئله پولارایزیشن رو خواهیم دید که این نقش جالبی پیدا میکنه. در یک کدام از این موجهای تابیده و منعکس شده پولارایزیشن عوض میشه و یعنی بعضی از پولارایزیشن رو ممکنه رد بکنه، بعضیش رو رد نکنه. در شرایطی یه پولارایزیشن خاص رو رد بکنه، پولارایزیشن دیگری رو رد نکنه و این بسیار مهم میشه برای اینکه نور معمولی آنپولارایزده، یعنی امتداد بردار ایش رو نمیتونیم بگیم که کدوم امتداد، در هر امتداد میتونه باشه، فقط در صفحه موج اونو میدونیم. اون وقت تحت شرایطی یک کدوم از این خود این قوانین، این فرمولا انتخاب میکنه کدومش رو رد بکنه. این موج آنپولارایز رو خودش تجزیه بکنه به 2 تا پولارایزیشن، یکی رو اجازه بده رد بشه، یکی دیگر رو رد نکنه. بنابراین موج تابیده‌تون منعکس شده ممکنه که همون پولارایزیشن قبلی رو موج آنپولارایز بتابونید ولی موج منعکستون پولارایزد باشه، یا موج رد شده تون پولارایزد باشه. هر دوشون هم میتونه همزمان اتفاق بیفته؟ یعنی هم باستابیده هم رد شده جفت پولارایز بشن؟ حتما این کار رو حتما این میشه دیگه. اگر نور آنپولارایزد تابوندین، یه پولارایزیشنش رد نشد برگشت عوض میشه، یکیش رد شد، اون وقت شما 2 تا بیم دارین، یکی یه جور پولارایزده، یکی عمود برش پولارایزده. اون وقت اگه هیچ
فیلتری نذاشته باشیم برای پولاریزیشن. نور ورودی ما که نور معمولی هست که غیر پولاریزه هستش، اگر وارد بشه بازم بازتاب ما هم غیر پولاریزه است. اتفاقا پولارایزر انالایزر همین کار نمیکنه دیگه. شما یه پولارایزر میذارین، نور میتابه، نور آن پولارایز، یکیش رد میشه یکیش رد نمیشه. این طرفی که رد شده پولارایزد. حالا انالایزر میذارین که ببینین که درست هست یا نه. یعنی لنگه همینه، پولارایزر انالایزر لنگه هم هستن که اگر این پولارایزر باشه این یکی انالایزر. اگر هر دو رو در یه جهت بگذارین اون نور میاد از این رد میشه از این هم رد میشه. ولی اگر این رو 90 درجه بچرخونین، بله این پولارایزیشن برای این دیگه قابل رد شدن نیست. این عینکایی که چیز تابش شدت نور رو میگیره اصلا می خاصیت چیز استفاده میکنه. بله بله، مخصوصا وقتی که تو جاده برف هست یا آب هست که نور رو منعکس میکنه، اون نور تابیده از جاده این گلیر اونها رو میگیره، تابش تیز اونها رو میگیره. یکی از کارهای بسیار خوبی که آقای دکتر توسلی در اینجا کرده راجع به تابش کلیه که این نظریه بسیار جالبی داره که من یادم رفته بگم. یه مقاله برای سراب. بله، سراب تابش کلی است ولی ایشون یه نظر کاملا متفاوتی داره. کارهای خوبی این گروه اپتیک ما در اینجا انجام دادن، روی اپتیک، و بانیش هم آقای دکتر توسلی بوده که اون گروه اول اپتیکدان‌ها اینجا رو تربیت کرده، از جمله آقای دکتر خالصی و دکتر رسولی. دیگه کی الان داریم؟ دکتر مرادی. بله، اون هفته پیش نه، یه ماه و نیم پیش، 2 ماه پیش یه صحبتی داشتید. چند نفرتون رفتین صحبت دکتر توسلی؟ 1-2 ماه پیش بود. بله، شما رفتین؟ کارپردازی میکردین ها؟ دوربین درست بکنه از این کارا. یک مقاله یه نفر خارجی، یه گروه خارجی نوشته بودن، 39 تا رفرنس داشت. از این 39 تا رفرنس 25 تاش به کارهایی بود که در اینجا انجام گرفته بود. اینو از دکتر مرادی بخواین و این مقاله رو در بیاره بهتون بده. که اسم خود مرادی بود و همه‌شون دانشجویان دکتر توسلی بود. نمیدونم شما امروزا مرجعیت علمی در دانشگاه‌های ما باید وجود داشته باشه، تو روزنامه‌ها، توی اخبار داخل و خارج میشنوین؟ مرجعیت علمی یعنی چی؟ یعنی شما یه چیزی داشته باشین که دیگری اگر بخواد مسئله داشته، اطلاعاتی داشته باشین، دیگری اگر بخواد یاد بگیره بیاد سراغ شما. و من در یکی از صحبتام این مقاله رو گذاشتم جلوی این آقایون که دنبال مرجعیت علمی میگردن. بفرما، این جزو مرجعیت‌های علمیتون میگنجه یا نمیگنجه؟ یه مقاله با 40 تا
39 تا دفرنس، 25 تاش مال اینجا. خب تمام بکنیم. مرسی.